برادری ما با نام سنت الله صبح در فراق فرزند، در فراق سربان بلافشان، اما حیات دای نمارا بو دنیا بیرم حیاتو بیرم تر گرفتن دو فرزند در دست پدر جدا کردن حیات تا قبره توفته خدا حیرانم چی در کار به جدا کردن جفته دنیا به حد کلام نای دخته به حد بسیاره مزن میابم نکی فرزند داره دوباره تبلید نمیکنه حتی مانند شانه نه سربانی مرا به نه گلافشانه 4 سالی زندگی در یک میجه زدن ویزش نکی 1 سالی جدایی دا بدم در دوزخ فراموش کردن ناممکنه نه یکی آسان خنده اولی گلافشانه قدمی سربان ما تیارم بحری و بسپارم ای جان ما که یک باری دیگه اقلال برکنه قچاق ما انده غمم بتن با ای سر در وقتی خوام و وازی غم دادنی ام مبارد بارم بکنم 2014 تا 2018 بالانتر خندیدنی و ما دا بدک باشنه وازی یک چی وازی یکی نکنه گریه یا ما با حیات نگفتم یا حیات با ما بله بگو چی کم بودی دیدی بگو سببی رفتم تا اقلان یک بود فکر کردی وقتی رفتم دا کی کودکا در کدام روزه اتا میپرسم جواب دادکین بشوا بخد و قسم باز مجبوری یا مرا تمت کنی یا بگو یکا ولی تمت مرا بیرب کده کودکا بگو پدری شما براتون پدری نکد بگو اتا دا پرستیکا یکا چی پدری نکد بگو برم بد بگو میزد جنگ میکرد نکی نگویی یا شب هر بانه و زنگ میزد دور بد ای وطن نگو میپرسی چی مارا یاد کردم بوی پتی کم کردم شما را نکی نگویی یا شا نگو شوای بخوام نگو یک نام تلفون تا روکا کفت کاما کیما برسا فرزن ما یا کشر نمو خندشه نگویی یا شا حتی وقتی کلام شوال بجا که کارای خوب ما فقط پس بزخر من نکی دار مصد بکنم اما ای بدم نبود ما فقط با یک خاطره کی روزی وفا مر مهری و درشون حقیقی بود نه اینکه فنده بیت شد نباشم دا باشون